پس کارهای الهی، سنتهای الهی در جامعه، در شرع، در دین، همش با علت و معلوله، جز در استثناءات. اگر راست گفتید اعمالتون رو درست میکنه و یغفر لکم ذنوبکم، و بالاتر از اون گناهانتون رو هم میبخشه. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کسی که از خدا و رسولش پیروی کند، نه کس دیگه، نه از امام، نه از شیخ، نه از مولا، نه از مرجع، نه از مفتی، نه از هیچ کسی، پیروی از آن خدا و رسوله. هر کسی خودش رو جای خدا و رسول قرار بده، اون شیطانه، نباید ازش اطاعت کرد. اسمشو هر چی میخواد بذاره، میخواد اسمشو ولی فقیه بذاره، میخواد اسمشو طاغوت بذاره، میخواد اسمشو فرعون بذاره، هر چی میخواد باشه. اطاعت انسان از آن کسی است که او رو خلق کرده. فقط رسول هم واسطه وی، چون خدا گفته از رسول پیروی کنید، چون سخن خدا رو بیان میکنه.